خپل وطن جوړو لنړی سره سیال خپل وطن جوړو لنړی سره سیال نور سمسور بېکړو نور سمسور بېکړو د جنت په مثال د جنت په مثال اینا میخوای فایت کنی؟ خب رولا جان آماده است؟ آماده هستی؟ دیخی؟ یک دو خب یک فایرش میتونه که فایر دگم کنیم بس است فعلا همی کفایت میکنه فایر اول خود دیدین ما افتیم باش که کدام سکتگی نداشته باشه باز یک فایر دیگر هم میبینیم انشالله با گفتن اعظم و بزرگای ما میگه یک دو رولا جان آماده هستی؟ سه خب اینه دوستان والوطن جوړو لنړی سره سیال خپل وطن جوړو لنړی سره سیال نور سمسور بېکړو نور سمسور بېکړو خداوند بخشاینده و مهربان سلام عرض ادب خدمت شما دوستان عزیز و علاقه‌مندان چینل یوتیوب آر افغانستان شما را خوش آمدید میگم یک بار دیگر من مسعود محمدی با جمع از همکارانم خواستیم به شما یک گزارش خیلی عالی و فوق العاده تهیه کنیم دوستان عزیز خیلی عالی و فوق العاده به لحاظ گفتم که امروز ما باز هم شاکاری یکی نه البته از چند تن از انجینرهای خود که در یک پروژه خیلی زیبا کار کردن و شما تصویر کنیم این که پروژه چی است بعدا روش حرف میزنیم و شما دعوت میکنیم لایک کنید سابسکرایب کنید ابراز نظر کنید تا بتونیم یکم برنامه‌های جالب مانند از این برنامه خدمت شما تقدیم کنیم تصاویر ببینید دوباره برمیگردید با والوطن جوړو لنړی سره سیال خپل وطن جوړو لنړی سره سیال نور سمسور بېکړو نور سمسور بېکړو د جنت په مثال د جنت په مثال خپل وطن جوړو لنړی سره سیال خپل وطن جوړو لنړی سره سیال نمنې ترغل دا هیواد معطل نمنې. خب دوستان عزیز تصاویر دیدین در تصاویر شما همین دو تانگ و یک موترک خارجی را دیدین این را کدام خارجی جور نکرده این از خارج نامده این همین جوانایی که در تصویر شما میبینین جور کرده خب از زبانشان میشنویم که چی کارا کردن و چطور خواستن که بیانو یک کار را کنن که واقعیت از تصور ما بالاست. خب سلام وقتتون بخیر زحمتتون قابل قدر است میشه خود یک معرفی کنید؟ تشکر زنده باشی به نام خدا احمد جواد فیضی هستم ولد جان محمد باشنده قریه قلعه حسن خان پایین ولسوالی بگرامی ولایت کابل. سلامت باشید شما. همچنان من سلام به شما تقدیم میکنم من برادرم از پدرم جان محمد باشنده قلعه حسن خان پایین ولسوالی بگرامی است. اسم خودت؟ مصطفی جان. خب خودت انجینر صاحب میبخشید اگه استادام هستی میشه یک معرفی مختصر از خود؟ برام خداوند بخشنده و مهربان منصور فیضی هستم ولد جان محمد باشنده قریه قلعه حسن خان ولسوالی بگرامی. خب از ولدایتون معلوم میشه که تمامتون برادر هستید. ماشاءالله. خب بس با خودت شروع میکنیم چی انگیزه باعث شد که خواستی همون یک چیزی را جور کنی که مردم تصورش البته نکنن؟ انگیزه ما خیلی بود بار اول که ما خو گرچه که امرسی برادرها تکنیکگر هستیم بسیار خوب و در بخش انجینری موتر البته یک روز هم انگیزه پیدا کردیم که یک تانک جور کنم البته شوقی تانگایی بودیم که میدیدیم دوری بازار میکرده یک تانک جور کردیم بعد از او انجینر صاحب مصطفی همراه منصور جان یا تصمیم گرفتیم که یک دانه تانک جور کنیم یک نوآوری کنیم که بسیار مقبول باشه و تا فعلا جوریج افغانستان به این شکل که جور نکرده باشه. باز به این فیصله رسیدیم به مشوره ارسه ما که یک دانه تانگ چیندار مربعی جور کنیم البته به شکل تانگای روسی. این دیگه در ذهن ما خطور کرد تا زمانی که وسایلای زیر سنجش کردیم دربارش که از چی جور کنیم از چی نکنیم کم کم وسایلای زیر که پیدا کردیم از پرزجات و موتر موتر است موتورسیکل است و جنراتور است چندین چیزایی که داخل از این کار کردیم این دو موتور
12 ولت داره و وزن خودش هم به 26 کیلوگرم وزنش است. دو دانه موتور 12 ولت داره، یک بطری 12 ولت که داخلش هست همراه چارچر همه چیزش. این چیزها رو که ما جور کردیم و موتور از این همزمان قدرتی را داره که به مثل تانگای مربعی چپه و راسته کار کنه، با همراه ریموت چپه و راسته کار کنه. دیگه فعلا سر زمین کار کردیم که تا که به موفق شدیم که یک دانه تانگ جور کنیم و یک تا جور کردیم و تقریبا 5000 هزینه خورد تخریب کردیم. دوباره سوم آخر چهارمی شهر را جور کردیم که مکمل هزینه از تقریبا 30000 افغانی برای ما تمام شد و هیچ چیزش تو کدام پرزه نیست که ما از خارج مثال کامپلیت بوده باشه از خارج گرفته باشیم، عموماًش خودمان نوآوری کردیم. دیم اگر پرزجاتش از موتور دانه دانه همه چیز زیره به می شکل توانستیم تا که یک دانه تانگ درست کنیم. سلامت باشین، کارتان فوق العاده است. 30000 افغانی هزینه برداشت. 30000 افغانی. در چی مدتی را شما جور کردین و چند نفر شامل شدین؟ البته این خب بخش‌های مختلف داره، بخش وایرینگ کاری هم داره و بخش تزیینی هم داره. چند نفر دست به دست شدین؟ تنها 3 برادر بودین یا کسیگان هم؟ نه خیر، ما 3 برادر هستیم. امیر 3 ما ایره جور کردیم و هم نظر یکی دیگه. البته مدت 1 سال وقت گرفت که جور کردیم. بعد از 1 سال بعد پیش از این ریموت ساختگی داشت توسط لاین حرکت میکرد. بعدا یک ماه میشه که ریموت را جور کردیم که تقریبا این خودش هوشمند است، توسط زمین همه کار میکنه، فایرش حرکتش همه چیزش توسط می ریموت کنترل میکنه. خب دوستا ببینین ریموت هم از ریسیورهایی که در خانه های ما و شما هست به خاطر تلویزیون از این جور کردن. خب واقعیت بسیار کار جالب کردین شما. خب مصطفی جان کار خودت در این بخش چی بود؟ از ما هم کارم که بود کلا این فرم و موتور و همه چیزش خودم نصب کردم در بخش وایرینگ و برقش که بود با برادرم منصور کردیم کمک شد یه جور کردیم و بعضی چیزایش که هر پیر آواز میکردم که خراب میبود دوباره آواز میشد 3 دفعه 4 دفعه یواش شده پسی بستکاری شده. این میالم که اگر بگید تکمیل نیست هنوز چیزی بسیار چیزایش مانده، بعض لیزر داره اگر این چیز دیگهش که مانده بایش دمیدش میشاندم بایش نشاندیم. از مشکل اقتصادی بوده که موشه نتانستیم که برای جور کنیم. خب مشکلات اقتصادی هست انشاءالله حل میشه. خب منصور جان اگر اشتباه نکرده باشم کار خودت وایرینگ کاری بود. بله. چطور خواستی که یک چیز جور کنی و وایرینگ کاری از چطور به نظر خودت آمد که باید چی ویژگی ها را در اضافه کنی؟ من از این کودکی به این سیستم وایرینگ علاقه داشتم. دیگه وقتی که برادرم تصمیم یک تانگ گرفت خود ما امروز کمک شدم. ما خودم از بخش انجینری موبایل فارغ شدیم. دیگه به مو خاطر این سیستم وایرینگش و ریموت بیاشه ما امروزشون کمک شدیم. ریموت شما خودت ساختی؟ بله. خب در ریموت چی کار گرفتی؟ این خود شاید هم باکس خودش خالی کرده باشی دیگه چیزی اضافه کرده باشی. این خودش خالی شده دایی از ما امکانات بالا نداشتیم دیگه در افغانستان و چیزایی که ما ضرورت داشتیم در دسترس ما نبود. دیگه به او خاطر از این موتورکای خرد که هسته ریموتکی او برقش که هسته 3 ولت برق تولید میکنه. ما به زور تبدیل کردیم که 3 ولت به 12 ولت تبدیل کنه که تا بتونه این حرکت بکنه. خب حرکت میکنه دیگه ان شاء الله بخیر. خب همیشه خب میلا معلوم میشه و مرمی های چرایان معلوم میشه. چه قصه است؟ میشه این قصه رو برای ما بگویی؟ میل از یک است پیشترم براتون یادآوری کردم که میلش تنها از میلای چینایی تفنگای چرایی است. بعدا اینی چیایش که جور کردیم سوزنکش و ماشهش و توسط برق فایر میکنه عموماش خود ما جور کردیم. یک مرمی کالتوس چرایی میخوره توسط ریموت میلش پایین و بالا میشه در هر اندازه که هدف بخوای اما قسمت میزنه توسط ریموت فایر میکنه. خب منفرد است دیگه. منفرد است فعلا. خب اگر این ضربه هم بخواین که منفرد به ضربه تبدیل کنیم امکان داره که مثلا امکان داره که البته دیگه تفنگای را برش جور کنیم که چند مرمی بخوره مثلا 10 تکه 5 تکه میتونه که همزمان رد فایر کرده بره. خب اگر مثلا به ایده بسات که بسازیم که یک اسکرین داشته باشه و کنترلر بسیار خوب نقش شما دارین برشان که از طریق هم بتونین خوبتر نمیشه یا کدام نظر دیگه دارین درباره این؟ البته این رقم تصمیم هم داشتیم که ما اما دستگاهی که از افغانستان فعلا پیدا نمیشن که توسط موبایل البته کنترل میشد که توسط موبایل حرکتش میشد فایرش میشد و کامرا میخواستیم که دی نصب کنیم که اگر پشت دیوال هم باشه ما بتونیم که منطقه را معلومات کنیم که در کجا هست در کجا نیست
و چقدر امکانات هست که هم دوربینش باشه که چقدر جای همین فیلمش برداره بگیره. خب دیگه ما امکانات فعلا در افغانستان نیست و نداشتیم همون سیستم. شاید باشم خب ما دسترسی پیدا کردن نتونستیم. خب مصطفی جان، موتور دیگه را که جور کردین موتور به نظر من امریکایی است. های تانگ بلیام از دیگه این چی ویژگی ها داره؟ این همه توی در باره اول که را جور کردیم امی را جور کردیم خالی آین است، آینش پخته است ولی حرکت چیز نمیکنه دیگه. بعدم که دیدیم این چی بود ای را جور کردیم است که هر چیز حرکت هم کنه، فیر هم کنه. بالاتر مثلا خواستیم که را کار کنیم. خدا مهربان است بخیر. این سیستم چارچام است و چارچام نگم می‌داره. به خاطر ذخیره چارج ازی شما چی کار کردین؟ ذخیره چارج ازی خب باتری 12 ولت داخلش داره که چارجرش هم همراهش است. صرف لاینش است که در ساکت برق 220 میزنیم خودش چارج خود پورا میکنه. در چه وقت؟ البته در حدود 1 ساعت باتریش فول میکنه که فول شد دور اتوماتیک سر از او برق قطع میشه دیگه باتری رو چارج نمیکنه. خب با چه وقت اینا رو چارج میکنه براتون؟ اینا رو نسبت به گشتاندن خود از اگر بگردنی همزمان شاید در حدود 40 دقیقه یا 1 ساعت بگرده میزنیم. خیر اگر نام خدا چیز جور کردیم که نیاز به قوای جنگی ماست که ما بتونیم بله طبعا دیگه خود افغانستان ضرور است. خب میشه یک حرکت بدینش یک ویژگیش ببینیم در تصویر که چطور است. خب دوستان ببینین که چیزایی را که نواده کردن در میدان عمل میبینیمش. بله. خب اینا ببینین چه رقم تانگ است. نام خدا حرکت میکنه. اگر نشه فایر کنین سر کمره ما خدای نخواسته. گروپای شما روشن است؟ روشن میکنه چراغایش. تمام خصوصیات یک تانگ داره دیگه. بله. رفتارش و استاپ شدنش و چرخشش، دور خوردنش، دورش بته منصور ما ماشینای مربعی. خب همزمان چپه و راسته دور میخورن. میخوای که نقطه شروع همزمان میخوای که کات کنی به زودترین فرصت دور بخوره، چپه و راسته دور میخوره که زود بگرده رویش. خب مصطفی جان هم میلش هم یک حرکت بتین که دوستا ببینن که واقعا هم چیزایی که شما گفتین هستن و کارتون فوق العاده عالی است. تمامش سویچ داره و دیگه تمامش میتونی که میلش فلج کنی که نباید که مثال خدای نخواسته کدام وقت در داخل از کالتوس باشه فایر کنه. اویش سیستمش فلج میکنی. خب تقریبا زاویه 60 درجه را میزنه. 60 درجه را. خب بسیار خوب. سر از هم تصمیم داشتیم که جور کنیم اما نشد دیگه ماندوش. همین تایرایی را که در داخل کار گرفتین چی اسمش؟ او تایرایی که هست از پرزجات موتر است به حساب بوربرنگای همیشه گشت میگه و خودش مکمل آیین میباشه و همی خود لابرای زیره دستکاری های مصطفی جان است که جور کرده. نام خدا مصطفی جان کارتون قابل قدر است دیگه. انشالله بخیر یک کاور محافظتی هم برازی جور کنیم دیگه انشالله خوب نمیشه. انشالله جور میکنیم موره و ناله میتونیم که یک رو بخیر ببینیم فایر کردنشون برات نشان بدیم. خب میگیریم انشالله اگر کدام مشکل نباشه ما انشالله هیچ مشکل نیست. از این امکان داره کلانتر بسازیم؟ بله امکان داره که من تا وقت در بر میگیره از اینی از او بالاتر میه. خواهی اگر 30,000 شاید 60,000 امکان داره. بله 60,000 میخوره به خاطر که نال ای بندازی وزن ازی موتورای ازی است و برقش است. مثال کدام وقت که ما بخوایم ازی که کلانتر جور کنیم دیگه باید همه چیزش نسبت به ای دو چند قوی تر باشه. اینجا پسر بیارش مصطفی اینجا دیگه. مصطفی جان یک حرکت بالای برف یک تصویرش میبینیم که چطور است. یعنی نام خدا دوستایی که در برف روی را باید داشته باشین که در سر کوههای بلند هم حرکت خواهد کرد دیگه. هیچ کدام مشکل نداره انشالله. متوجه باشی مصطفی جان که باز خدای نخواسته فایر نشه که رولا جان روبروی ما است. خپل وطن جوړو لنړی سره سیال خپل وطن جوړو لنړی سره سیال نور سمسور بېکړو نور سمسور بېکړو د جن
پدر جان تا با که اجازه میده کلتوسش میاد سایت تفنگ از او را بگیره سایت تفنگ از او را میگیره کلتوس زیده ایچ قسمت است خب میخواین که فایر کنین؟ میخوایم که فایر کنیم بعد خب میبینیم این حالا میتونه که پشت سر چیشه پایین میکنیم به این شکلی را جور کردیم که در هنگام فایر کردن بالا نپره بالا نپره شکل یمینی شکل سر فعلا دماشه است خب اینا رولا جان خودتان اینا رو دورتر بریم. از دور تصویرش میگیرین که خدای نخواسته نشه که نه بلند همه توایی میزنه اینا میخوای فایر کنی؟ خب رولا جان آماده است؟ آماده استی؟ بخی؟ یک دو خب یک فایرش میتونه که فایر دگان کنیم دیگه، بس است فعلا همی کفایت میکنه. خب دوستای عزیز فایر اول خود دیدین ما گفتیم باش که کدام سکتگی نداشته باشه باز یک فایر دیگر هم میبینیم انشالله با گفتن اعظم و بزرگای ما میگه یک دو رولا جان آماده استی؟ سه خب اینه دوستا بیلک کریونی و این هم کار فوق‌العاده و دیدین خودتان دیگه چیزایی را که اینا گفته بودن تمامش در تصویر براتان نشان دادیم. دیگه کارهای افغانای ما خیلی عالی است خیلی زیباست و باید کار شما دیده شود و همراه شما همکاری های بیشتر صورت بگیره فرمایشات به شما داده شود که تا بتانید از این که بزرگتر. خب چی خاص داری در آینده که چی کارهای دیگه کنی و چی سوژه های دیگه در ذهن داری که پیاده بسازیش؟ خواستای ما خو همی است که خواستای ما همی است که اگر امارت اسلامی افغانستان خصوصا از یا متقاضا داریم که مثل امی مصطفی جان و منصور جان و خودم واره مردمای در افغانستان ما شکر زیاد است که خوب انجینرای از خوب فهمیده مردم هست همه چیز میتونن که جور کنن و همه چیزی را که کسی جور کنه یک نفر هم نمیتونه البته به مشوره چندین نفرا اگر در خارج کسای تانک جور کرده طیاره جور کرده یک نفر نکرده البته 3-4 نفر به کمک مالی دولتشان. البته ما هم از امارت اسلامی همی تقاضا را داریم که در آینده اگر بخواین ما را سپورت کنن یا مثال مصرف ما را بتن میتونیم که ما از این کده بالاتر شاید چیز خوبتر جور کنیم که به خاطر جنگای ما روبوی شود تنها نه که یک چیز خورترک بساطری بازی باشه نه خیر به خاطر از اینکه به خود اردوی افغانستان به پلیس افغانستان به همه چیز به درد بخوره و در سابقه مردم یک ذره ترس راست از حکومت‌های گذشته داشتن که یک چیزی را جور میکردن میترسیدن از ترس خود افشا نمیکردن که ما یک چیز جور کردیم اما فعلا امارت اسلامی از طریق رسانه ها و میدیایی که ما میبینیم خصوصا از وزیر دفاع ملا یعقوب مجاهد خصوصا جوانان را بسیار زیاد تشویق میکنه و ما از ما توقع داریم که به مثل ما جوانان را و عموما جوانان را تشویق کنن کمک کنن که از این چیزای بزرگتر جور کنیم که نباید از کشورهای خارجی خلاص ایم تا چو وقت انجینرهای خارجی باشه که برای ما خدمت کنن جور کنن کمک کنن. سلام کاکا جان خوب هستین ان شاء الله خیرت است سلام خوب است سلامت باشی میشه خود یک معرفی کنی و چطور خواستی امروز ما بیایی و دیدار اسلام کنی؟ اسم دین محمد دگروال متقاعد قوای هوایی. خب بسیار خوب چطور از نظرتان تانک شما خود بلدیت اضافه تر از ما دارین؟ به نظر من ماشین ماروی تانک بسیار خوب است هیچ کدام فرق نداره اما ایره برادرزادای من میرسی از اینا شب روز اینمی کار میکردن حتی از وظیفان که می آمدن شب تا صبح مصطفی جان کار میکرد و همراه منصور جان با مشوره جواد جان استاد کار بود جواد جان اما با مشوره جواد جان کار میکردن دیگه نی تانگوان شما دیدین هر نزدیک ما افتخار میکنه که همچه همت جوانا در کشور ما هست جوانای ما باید حمایه شود جوانای ما باید از پیش کار گرفته شود و جوانای ما باید از پیش ازی بسیار زیاد کوشش کنه دولت که اینا رو حمایه کنه. سلامت باشین کاکا خودت خود فرد هستی که در نظام مو سفید کردی از نگاه نظامی اگر کدام کمی داشته باشه یک مشوره داشته باشین چی خود بود؟ و نگاه نظامی هیچ کدام کمی نداره صرف اونمو کبرای برقی را که اینا اشاره رساندن
کور برسانه کدام نواقص دیگه نداره، کدام کمی کاستی نداره، دیسی کار خود در مسلک خود سلامت هیچ کدام باشین. کمی کاستی بخیر نداره. باشین بخیر باشین. همچه افتخار میکنم سلامت برادرزاده که شب و روز عرصه از اینا همه فکر خود حافظه خود به خرج دادن که تا همین ماشین ماروایی را جور کردن که شما میبینین. سلامت باشین بخیر باشین. زنده باشین. خب دوستای عزیز، 3 برادر از یک خانه در شرایط تنگ اقتصادی از لقمه نان که اینا کار میکردن از او کم کردن و کار کردن تا بتانن نماینگر از فعالیت مثبت جوان در وطن ما باشه. خب دوستا تصاویر دیدین، کارایش دیدین، فیرش دیدین و تمام چیزهایی که نگفتن ما در تصویر به شما نشان دادیم و اونا هم برای شما نشان داد. خب در آینده هم کامیابی بیشتر برشون خواهان هستیم و از خداوند پاک به این استعدادا عمر طولانی خواهان هستیم. برنامه امروزی ما به همین جا به پایان رسید. تا برنامه بعد، تا دیدار بعد، تمام شما را به خداوند یکتا میسپاریم. وقت اوقات خوش داشته باشین. الله نگهدار. زنده باد افغانستان.